همراهان نازنینیم، سلام و وقت شما بخیر. امروز تصمیم گرفتیم با تیم همکار به مکانی بریم که حدوداً 1000 سال قبل پیری بزرگوار هرات خواجه عبدالله انصاری در اونجا ذکر و مناجات و نیایش میکردند و این موقعیت که است و این مکان در دل کوههای هرات هست و اکنون ما در دامنه کوه قرار داریم و قراره بریم به سمت چله‌خانه خواجه عبدالله انصاری. همین اکنون در مسیر راه هستیم و چشم ما به یک مسجد خورده. قبل از اینکه به چله‌خانه برسیم بریم ببینیم که داخل از این مسجد چی است و نوشته های هم هست. فکر کنم راهنمایی شده که چله‌خانه به کدام طرف. با ما باشین تا این مسجد را دارم در مسیر راه با شما و تصویر بکشیم. چله‌خانه خواجه عبدالله انصاری سمت چپ آدرس داده با ما که یعنی سمت چپ بریم و همچنان یک مسجدیه و به قسمت اول در اونجا نوشته به اول دره نور خوش آمدید. بریم ببینیم که این مسجد چطور جور شده و برای نمازگزاران و کسانی که در چله‌خانه برای دیدن چله‌خانه میان حتما وقت نماز اینا که میشه در اینجا نماز میخونن. همراهان عزیز، ما بریم داخل از صحن مسجد و روبروی ما یک نوشته مسجد شیخ ابوالحسن خرقانی استاد خواجه عبدالله انصار طبق که روایت شده و همچنان تاریخ که مطالعه میکنیم این بزرگوار استاد پیری هرات بودند و در این قسمت جایی که فکر کنم امامت داده میشه، همچنان اینجا یک اتاقه که جایگاه قرآن شریف در اینجا قرآن شریف نگهداری میشه حتما داخلی ازی. همراهان عزیز، در مسیر راه آب و طبقی که شنیدم و بیشتر مردم گفتن در پایین چله‌خانه چشمه وجود داره و این آب دقیقا از او چشمه میاد. ما اگر شد حتما او چشمه را به تصویر میکشیم که در پایین چله‌خانه قرار داره. همراه ما باشین. چقدر یک آبی یخ و پاک. و باز هم در مسیر راه طبقی که شما در تصویر میبینین قبلا طبقی که مردم میگن در اینجا تو یک راه نبوده و این راه و همچنان محیط سرسبزی که اکنون به تصویر میبینین به همت خادمین اینجا و کسانی که اینجا هستن و بود و باش دارن اینجا یک فضای جور کردن برای از اینکه مردم و فامیل ها میان در اینجا بشینن و لحظه آرام بگیرن و این راه هم جور کردن تا آرامتر و آسوده تر ما به چله‌خانه بریم. پرسان کردم به چله‌خانه چیزی نمونده، البته به راپله های میگن که راپله های بسیار زیادی داره تا ما به تپه کوه برسیم و به چله‌خانه. با ما باشین و ما آهسته آهسته به سمت پله های چله‌خانه قرار میگیریم و به سمت چله‌خانه میریم. همین حال ما صدای خانواده ها و فامیل ها رو میشنم که در داخل ازی پارک و یا همین سرسبزی که جور کردن نشسته هستن و ما چون ثبت برنامه داریم هرچند من دوست دارم برم بشینم ولی چون میگن که این راپله ها بسیار طولانیه تا به چله‌خانه برسیم مجبور که ما متوقف نشیم و حرکت کنیم تا به چله‌خانه برسیم. همراه ما باشین. چی یک فضای ماشاءالله، چقدر عالی. خزانه و بالاخره همو چهره خزان واقعی را در اینجا آدم میبینه و واقعا یک جای مملو از آرامش در اینجا هست. همراهان نازنینم، اکنون در نخست و یا شروعی پله هایی که به سمت چله‌خانه میره ما حضور داریم.
و طبق معلوماتی که گرفتم، ما اکنون واقعا تا حالی نرفتم به اینجا، طبق معلوماتی که گرفتم بسیار یک راه طولانیه و فکر نکنم که کلی از این مسیر ما بتونم به تصویر بکشم ثانیه به ثانیه. و همچنان در این قسمت آبی چشمه که در پیشتر با شما ذکر کردم و معلوماتم گرفتم که در بالاتر همون چشمه هست. ما اول میریم چشمه را به تصویر میکشیم، بعد میاییم و این راپله ها را میریم تا به چلخانه برسیم. همراه ما باشین. همراهان نازنینیم، همین آب خودی و یک راهنمای خوبیه برای از که به چشمه برسیم و ما اکنون در داخل دره قرار داریم که این طرف و این طرف ما سنگ های کوه ها بالاخره با قدرت خداوند همون تو استوار و محکم هست و دقیقا در روبروی ما همون چشمه ای که گفتم هست و بریم ببینیم که چه قسمه و چطوری آب از دل سنگ ها و کوه ها بیرون میشه. هرچند میگن که وقتایی که آب و باران و اینا زیاد میباشه اینجا بسیار یک شورشوره آبی بسیار کلانیه. فعلا چون باران اینا نشده آبی و کمه. طبق شما تصویر میبینین همین اکنون همون چشمه که من به شما قول دادم که به تصویر بکشم و آبی بسیار پاک با زلال و بسیار مطهر و یخ در اینجا هست و از دلی از این کوه ها و سنگ ها این آب بیرون میشه. ما به نمایندگی همه شما بیننده های عزیز از این آب می نوشم. بیننده های عزیز، طبق روایاتی که شده در بعضی فصل ها این آب آنقدر وسیع میشه که همه طبقی که شما به تصویر همه اکنون میبینین که این طرف هم سنگه و این طرف هم سنگی کوههای. قبلا اینجا دره بوده که پشت ازی هم کوه بوده و توسط همی آب همی شگافته شده و بالاخره یک راهی برای ازی که آب جریان داشته باشه خود همی آب همی دره را ساخته و بسیار برای من جالب بود. همراه باشین بیننده‌های عزیز. ما آهسته آهسته از کنار از چشمه مقبول میریم به شروع نخست اولین پله‌ای که به سمت چلخانه میره و قسمت های از این راپله ها را با شما به نمایش میگذاریم و در مجموع میریم به سمت چلخانه. همراهان نازنینیم، در پله اولی که به سمت چلخانه که در بلندی تپه کوه قرار داره حضور داریم و بالا رفتن به سر یک کوه توسط راپله ها مطمئنم که بالاخره انرژی هم میخواه و یک مسیر طولانی هم هست. ما قبل از اینکه راپله ها را بخوایم حرکت کنیم بریم به سمت چلخانه گرسنه شدیم و یک به قسمت میشینیم همراه همکارا یک لقمه نان میخوریم و که انرژی داشته باشیم و سمت راپله ها حرکت کنیم. همراهان نازنین، آغاز میکنیم سفر خود از این راپله ها به سمت چلخانه. همراه باشین و فکر کنم بسیار یک مسیر طولانیه و امیر راپله هم که آدم زیاد برای خسته میشی و دیگه ما میریم تا به کنار چلخانه برسیم و چلخانه رو به تصویر بکشیم. بیننده های عزیز، بر راپله بالا شدن فقط یگانه چیزی که از آدم میگیره نفسه. کاملا نفسم سوخت و مسیر ادامه داره. با ما باشین.
همراهان نازنین، ما در قسمت راپله ها که رسیدم چشم به دو چیز جلب کرد. یکی در وسط راه یک تختی جور شده که احتمالاً برای از اینه که کسایی که به راپله بالا میشه خسته میشه در اینجا یک لحظه آرام بگیره. و در روبروی از این راپله ها در کنار کوه یک دروازه را میبینم و برم ببینم اونجا چیه. واقعا توجه مرا جلب کرد. ما قبل از اینکه به چلخانه برسیم در این مسیر راه در دامنه از کوه یک دروازه قاریه، بریم اونم به تصویر بکشیم. ما از راپلا پس به این طرف آمدم تا قبل از اینکه به چلخانه برسیم ما او قسمت را ببینم که چه قسم یک فضای و حتما یک کسی اونجا زندگی میکنه یا یک تاریخی داره. بیننده عزیز، ما از راپلا پس به این طرف آمدیم تا این قسمت را به تصویر بکشیم و ببینیم و همچنان در این موقعیت که آدم استاده کلی دره را بهتر و به یک حالتی منظمتر میتونه ببینه و واقعا یک فضای کاملا عالیه. ها در اون قسمت در تپه کو فامیل نشسته اونجا، فکر کنم در حال غذا خوردن هستن. ما باش برم ببینم که اینجا را که به تصویر بکشیم چی هست. واو چقدر جالب. یک قاریه که داخلی و سمت شده و جالب بزینه که سقف ازی و دیواره ازی کاملا از سنگ و سنگ خودی کوه. ما داخلی شوم. ماشاءالله بیننده های عزیز، خیلی جالبه. اینجا سمت شده و همچنان سقف ازی از سنگ، این طرفی از سنگ و در او قسمت رو به روی مایی سوراخ شده و یک پنجره هم در اینجا هست که شما باید اینو ببینین به تصویر. کامرامانی عزیز ما دیگه زحمت بکشین. نازنینایم، در کل سقفی ازی از یک سنگی طبیعی طبقی که به تصویر میبینین همون تو جور شده و دیوارهای هم سنگی و در قسمت ها نوشته های هم هست ای فلک چنین چیزی نوشته. و در این قسمت مچم که به تصویر میآینی همون استفاده شده شمع که حتما کسی در اینجا شب میآیه بدوباش میکنه و در این قسمت شمع روشن میکنه. واقعا چی یک فضایه در دل شب شمع در اینجا روشن کنی. و در قسمت بعدی یک پنجره را ما شما میبینیم که از این پنجره اکسیژن داخل از این میآیه و همچنان از این نما و از این قسمت که بیرون نگاه میکنی واقعا یک حسی عجیبی به انسان راه میده. ببینین بیننده عزیز، از این پنجره وقتی که بیرون نگاه میکنی واقعا یک حسی کاملا عالی با آدم راه میده و این باید به تصویر کشیده میشد. ما به خود چلخانه که بریم چقدر یک فضای عالی خواه بود. همراهان نازنینم، طبقی که پیشترم گفتم در هر 100 پله و یا 120 پله یک مکان برای استراحت آماده ساختن که کسایی که در اینجا میان و خسته میشن اینجا یک لحظه بنشینن و استراحت کنن. و طبقی که شما همین اکنون در تصویر میبینین مسیر ما هنوز ادامه داره و راه طولانی را ما در پیش رو دارم تا به چلخانه برسم. با ما باشین و میریم به سمت چلخانه.
همراهان نازنینم، طبقی که در تصویر میبینیم در ختمی از راپل ها قرار داریم و نفسم کاملا سوخت و یک چیزی را تازه متوجه شدم که در ختم راپل ها بازم ما به چلخانه نمیرسیم، بلکه مدت رای یا کمی رای دیگر هم باید بریم تا به فراز از کوه قرار بگیریم و طبقی که شما در تصویر میبینیم در بلندی از کوه چلخانه هست. با ما باشین تا به کنار چلخانه برسیم. همراهان عزیز، بالاخره به کنار چلخانه حضور داریم و میریم داخلی و تا این مکان در کل از نزدیک به تصویر بکشیم. همراه باشین. همراهان نازنینیم، طبقی که در تصویر میبینین همین اکنون در صحنی چلخانه پیری هرات عارف شاعر و عالم قرار دارم و طبقی که در تصویر میبینین دو دانه مکانه که هر دو معلوماتم زیاد نیست که دقیقا پیری هرات در اونجا می نشستن یا در داخل ازی، ولی هر دو یکیه، فرق نمیکنه. ما داخل به تصویر میکشم و خیلی دوست دارم که یکی از مناجات های پیری هرات همینجا مناجات کنم. بار الها از کوهی تو بیرون نشود، پای خیالم نکند فرق به حالم، چی بخوانی چی برانی، چی به اوجم برسانی چی به خاکم بکشانی، نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی، نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی، در اگر باز نگردد نروم باز به جاهی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی، کس به غیر از تو نخواهم چی بخواهی چی نخواهی، باز کن در که جز این خانه مرا نیست بنایی. همراهان عزیز، داخل چلخانه میشیم و فکر کنم داخل از چلخانه اطفال نازنینی هم هست و یک مردی داره با فرزنده خود فکر کنم داستانی پیری هرات قصه میکنه. بریم ببینیم داخل هم از نزدیک و اگر شب امروزی برادرم یک صحبتی داشته باشیم. میگم مذهب اوزنو بر حق میه و خیلی مذاهبای مرکز خلافت اسلام بغداد بوده. به اون وقت زمان باز خواجه عبدالله انصاری اینجا به شهر هرات قصد جان از اینا میشه. اینا از اینجا او وقت زمان حاکم مزار شریف بسیار یک آدم خوب بوده. خواجه عبدالله انصاری ای پناه میبره به اونا و میره اونا و او حمایه منم و اونجا خواجه عبدالله انصاری. همراهان نازنین، همین اکنون در داخل چلخانه پیری هرات قرار داریم و داخل شدم و در این صحنه یک مرد بزرگاندیشیر دیدم که با اطفال نازنین داستانی خواجه عبدالله انصاری را تعریف میکنه. یک فضای کاملا آرام و مملو از آرامش در اینجا حس میشه و ما باش که امروز برادرم یک صحبتی داشته باشم. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، سلامت باشیم، وقت شما هم بخیر، مانده نباشیم. قربان شما. بله، ما میشه یک معرفی کوتاهی داشته باشیم؟ بله، ما اسم من نقیب الله است، مسکونی خود کازرگاه هستم دیگه. ما اوقاتی که فارغ هستیم میاییم اینجا، این مکان مقدس، مکان پاک اینجا بسیار آرامش بخشه به ما. حتی ما شبای چهارشنبه میاییم، چهارشنبه گذشته شبای چهارشنبه میاییم، روزهای جمعه میاییم، شبای جمعه میاییم. امی جوانایی که اینجا هستیم میاییم اینجا به خاطر که اینجا آرامش داره. اینجا یک جای هسته که به خاطر فیض اینجا میاییم که فیضی ببریم از اینجا، ذکر بتانیم بگیم اینجا، بتانیم اینجا عبادت بکنیم. چون که اینجا یک شما هم میتو آگاهی داریم و معلومات داریم. خواهی صاحب عبدالله انصاری رحمت الله علیه یک خادم بسیار عظیمیه که به دین اسلام بسیار خدمت کردی بزرگوار و ما از این بابت خیلی خوشحالیم که ما مسکونی این منطقه ایم و خداوند
ما رو به این محیط منطقه جای داده و ما اینجا زندگی میکنیم و از اینجا ما واقعا بسیار لذت میبریم. خیلی خوشحالیم، شکرگزاریم که ما به این مکان مقدس میتونیم هر وقت دل ما خواست بیاییم. و امروز هم همراه محیب جان و مجیب جان که اینا خورزاده های ما هستن، ولی ما موتورسیکل خود سوار شدیم و بعد از نماز جمعه گفتیم بریم یک چکر به چلخانه بریم. دیگه آمدیم پیش در بالا شدیم، آمدیم اینجا شیشتیم، یک دمی هم قصه کردیم خودم دیگر. بله تشکر. همراهان عزیز، ما بلاها را که بالا شدیم طبق معلوماتی که گرفتم قدمات تاریخی و پله ها 30 سال یا 35 سال می باشه و اکنون در جایی که حضور دارم قدمات تاریخی ازی کم و بیش از 1000 سال قبل و واقعا یک جای تاریخی و ای که پیر بزرگوار هرات دقیقا در اینجا زیست می کردن. با ما باشین تا قسمت های بیرونی و همچنان اتاق بعدی چلخانه را به تصویر بکشیم. همراهان نازنین، در پشت چلخانه توجه مرا در وسط از دره یک محیط سرسبز جلب کرد به خود و فکر کنم بسیار یک مکان عالی برای تفریح و از اینه که مردم در اونجا میاین. امور هم از قید قلم نمونه و به تصویر بکشیم، از اینکه آمدیم چیزی نمونه دیگه. همراه ما باشین، ما میریم به داخل از او سرسبزی. با ما باشین. همراهان نازنین، بالاخره رسیدیم به این مکان سرسبز و واقعا چه یک جای برای تفریح که حتما یک روزی همراه دوستا به اینجا خاص برای تفریح و میله میاییم و شما هم که این قسمت به تصویر میبینین حتما بیاین و اگر خارج از کشور هم هستین روزی که به هرات جان آمدین اینجا بهترین آدرسه برای از که آدم آرامش بگیره و چند لحظه تفریح کنه. ما همی اکنون در همی مکان سرسبز در وسط از دره قرار داریم و این هم گفتیم باشه که به یک تصویر بکشیم و برنامه خود به اتمام برسانیم. طبق شما در تصویر میبینین همی اکنون در روبروی ما درخت های و بازم فامیل های در اینجا هست. مردم در اینجا حضور دارن و جای فقط برای نشستن، برای از که تفریح کنی، استراحت کنی، بسیار یک فضای آرامی. حتی وقتی صدای خود محکم اینجا بالا میکنی صدای آدم به یک شکلی میپیچه، پس انعکاس میکنه. یعنی جوانا مردم با سکل ها در اینجا میاین و حتما اینجا بعضی روزها بسیار زیاد بیروبار میشه و مکانهای مختلفی داره برای نشستن که هر کس یک جای را انتخاب میکنه و میشینه. همراهان نازنینیم در قسمت پایانی از یک گزارشی خاص قرار گرفتیم و طبقی که دیدین چلخانه را در وسط راه کلی مکانهای جذابی که در اینجا بوده به تصویر کشیدیم و این آخرین قسمت برنامه ما بود. امیدوارم که لذت برده باشیم و روزی در اینجا حضور پیدا کنیم. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی، بدرود.